تشکیل خلافت عباسیان. سیاست امویان در قلمرو خلافت ناراضگی های زیادی را به میان آورد. شورشچیان با سروری ابو مسلم امویان را از سر قدرت دور کرده عباسیان را به سر قدرت سیاسی و دینی آوردند. ماه نوامبر سال 749 قوه‌های ضد اموی در شهر کوفه در مسجد جامع ابوالعباس صفا را امام خلیفه کل مسلمانان اعلان کردند. ماه ینوری سال 750 عباسیان رسما اداره کل اسلام را به دست گرفته تا سال 1258 قدرت را در دست داشتند. اولین خلیفه های عباسی صفا 750 754 منصور 754 775 مرکز خلافت را از سوریه به بغداد آوردند. شهر بغداد شهر تاجیک نشین بود، زیرا آن به تیسفون نزدیک بود. عباسیان که به مردم وعده های زیاد داده به سر قدرت آمده بودند، ولی به وعده های خود وفا نکردند. عباسیان را که ابو مسلم به سر قدرت آورده بود، از ابو مسلم خوف داشتند. از نفوذ ابو مسلم عباسیان به هراس افتاده در نهایت سال 755 او را به دربار دعوت کرده نامردانه به قتل رسانیدند. در دربار و سپاه عباسیان تاجیکان زیاد به نظر می رسیدند. برمکیان وزیری عباسیان را 50 سال به عهده داشتند. در زمان عباسیان زبان عربی نفوذ بین المللی پیدا می کند. تمدن عرب ها از همین جا پیدا شده و مشهور زمان می گردد. در زمان عباسیان نظام زمینداری رشد می یابد. بیشتر زمین ها به دست دهقانان می گذرد. یعنی آن را طرز زمینداری دهقانان بزرگ گفتن رواست. تاجیک زمین چون اقطاع به عرب ها داده شده بودند. مثلا در قزوین 500 تن از سربازان عرب اقطاع داشتند. من بعد بعضی از این سربازان به زمینداران کلان تبدیل می یافتند. از زمین های دولتی وقف اقطاع انداز نمی ستانیدند. باید ذکر نمود استفاده مهنت غلامان پس از استیلای عرب وسعت یافت. در دوره عباسیان نیز شورش ها زیاد سر می زدند. در نهایت خلافت عباسیان در سال 1258 از طرف استیلاگران مغول از بین برده شد.